اگه فکر میکنی قصه درمانی فقط توسط روانشناس انجام میشه سخت در اشتباهی. چرا؟ ما میتونیم توی خونه برای بچه‌ها کتاب قصه هایی بخونیم که به درمان مشکلاتی که دارن تا حدودی کمک بکنه. مثلا اگه کودک شما نگران هست میتونید کتاب جک و نگرانی گنده‌بک رو براش بخونید. یا همچنین کتاب بتی کوچولو و درخت نگرانی. این هم کتاب خوبی است که برای نگرانی بچه‌ها کمک کننده است. علاوه بر این اگر کودک شما لجبازی میکنه و حرف شما رو گوش نمیکنه میتونید از کتاب قانون برای من نیست استفاده بکنید. ولاد بچه دوم معمولا بچه‌های اول دچار یه سری چالش‌ها میشن. شما میتونید از کتاب من داداش بزرگترم استفاده بکنید و قصه‌ای که توی این کتاب هست میتونه بچه‌ها کمک بکنه. در نهایت اگر کودک شما دچار شب ادراری هست، اگر به صورت مزمن در نیومده و انقدر مشکل جدی نیست و ممکن هر از گاهی این اتفاق براش بیفته، میتونید از کتاب رخت خواب خیس استفاده بکنید. اگر میخوایم بدونیم که چجوری باید برای کودکان قصه بخونیم که اثر بخشی بیشتری داشته باشه، کپشن رو بخونید.